کوکمون دو سول ره، سیم اول برابر با بی بمول یا ای دیز در تینر کوک شده. فا دیز، میکرون و سی بمول داریم. شاهدمون در بیات راجع نوت لا هست. از دو شروع میکنیم. انگشت سوم دو سی لا سول، سول در سیم زرد چپ میخوره. راست چپ لا سی دو لا، راست چپ تکرار میشه. دو سی لا سول لا سی دو لا، دو سی لا سول، دوباره دو سی لا سول تکرار شد. لا لا. اینجا تحریر حرامزاده رو داریم. لا سی سی لا لا که به این شکل عمل میکنیم که لا رو میزنیم، سی رو میزنیم. انگشت سوم سی رو میکنه، انگشت دوم لا رو میکنه و انگشت سوم لا رو میکنه و روی لا ریز میدیم. این تحریر رو به صورت ساده تر میتونیم به این شکل اجرا کنیم که لا رو بزنیم، سی رو یک بار بکنیم و بعد ریز روی لا بدیم. لا سی لا سول لا سی سی لا لا، سول از سیم زرد اومد. سی سی لا لا سی سی لا لا، لا سی دو راست چپ، سی دو سی دوس، راست چپ راست دو سی لا. اینجا هم باز میتونیم تک به 4 یا پرستو اجرا کنیم. دو رو بزنیم، انگشت سوم دو رو بکنه، انگشت دوم سی رو بکنه و انگشت سوم سی رو بکنه و بعد ریز از سی به دو بدیم. سی لا، لا سی دو دو، راست چپ لا به سی یک اومد پایین. سی دو سی دو سی دو سی دو سی دو، راست دو سی مثل گذشته. سی لا سول از سیم زرد، سول لا سی سی لا سی لا سی لا سی، این همه راست چپن. لا سیل سی سی لا لا سی لا سول لا. اینجا ما داره یه پژواک کوچیک یا اشاره کوچیک به سمت سی میدیم و بعد اشاره میکنیم به سول در انتها. میتونیم لا رو بکنیم. سی لاس لا انگشت اول، لا سی دو لا سی سول لا فا سول سول، راست چپ لا انگشت اول، لا سی دو لا، راست چپ، کمی مکس روی دو داریم. سی دو لا و به تدریج تند میشیم. راست چپ، سی میاد انگشت اول، سی دو اینا دوتا یکی هستن. سی دو سی لا سول لا، یه پله پایین تر از سول، سول لا سی و به انگشت اول، لا سی دو سی لا سول فا سول. انگشت یک میاد روی لا، میگیم لا سی دوس، راست چپ دو سیل. اشاره های سی به لا هست. سی انگشت اول، سی دو سی راست چپ دو سی لا سی لا. در اینجا ما با توجه به اینکه کنار علامت اشاره نقطه گذاشته شده، اشاره ها که به نوت بعدی هست براش مضراب چپ خفیفی زده میشه. یعنی انگار میگیم دوره سیره لا دو لا و بعد سی دو لا دو سول سی سول لا. همین کار برای سول لا سیل، راست سی لا لا انگشت اول، لا سی دو لا دو سول سی سول، لا سی سول سی فا لا فا سول. یک میاد روی لا، میگیم لا سی دوس، راست دو سیل. یک میاد روی سی دو سی راست توسعه تحریرهای قبل هست. دوره سیره لا دو لا، سی دو لا دو لا، سی میاد انگشت اول، سی دوره سیره لا دو لا، سی دو لا دو لا، سی میاد انگشت اول، سی دوره سیره سی، دو انگشت اول، دو ره می اینجا می بمول هست. بهتر بود که بالای علامت اشاره علامت کرون بذاره که می کرون ما یک رو به پرده بیاد بمتر بشه و بشه می بمول. اینجا منظورش این هست که ره رو به می بمول بزنیم، ولی وقتی بی بالای اشاره می نویسه یعنی نوت کرون سرکلید رو که می کرون هست ما باید بمولش کنیم که طبیعتا میشه می بمول کرون یا ره سوری که منظور این نبوده. ره می دو می سیره، بعد از دوره سیره لا دو و بعد از سی دو لا دو سول سی لا. از سول لا سیل، راست چپ سی لاس لا انگشت اول، لا سی لا راست چپ سی دو لا دو سول سی سول، لا سی سول سی فا لا فا سول. انگشت سوم میاد روی سی، میگیم سی لا سول فا دیز هست در سیم زرد، راست چپ
سول لا سول لاس راست چپ راست راست لا سی لا سول راست چپ راست چپ فا سول سول به فا اشاره میکنه. انگشت سوم میاد رو سی سی لا سول فا سول لا سول لاس لا سی لا سول فا سول سول. انگشت سوم دوباره میاد رو سی لا سول فا سول لا سی لا سی. اینجا خواسته که انگشت دوم بیاد از لا به سی، ولی بهتر بود ما میگفتیم سی لا سول فا، بعدش سول لا سی سول به لا یک بیاد لا سی، که اینجا دیگه لا سی رو مشکلی نداشته باشیم. لا سی لا دو راست چپ سی لا سول فا سول سولا یک میاد سول لا سول سی لا سول فا می فا سول راست چپ فا سول فا سول راست چپ راست فا می راست چپ سول راست مثل درآمد هست، انتهای درآمد. سول تریل راست چپ راست فا می راست چپ سول فا می راست چپ راست سول فا لا سول فا چپ راست سول فاس می در سیم زرد فا سول فا راست چپ راست می کمان میخوره. ره می فا ره می دو ره سی کرون شد دو لا سی سول سی لا دو سی ره دو می بمول هست می ره دو سی لا سول لا سول راست چپ راست. بعد میگیم سولاس که لا رو میکنیم و بعد اشاره به سول میدیم سولاس سی لاس لا سی دو لا سی سولا راست چپ فا سول فا سی به بم اومد. در اینجا میخوایم بریم به عشاق بیات راجع یا اصفهان. میگیم ره دو ره می فا می کرون هست ولی فا به کار میشه. میره دو ره راست چپ راست حالت شور پیدا میکنیم. ره دو ره می فا می رو میزنیم و فا ریز خالی نه تک ریز. میره دو ره راست چپ راست ریز می فا میره دو ره راست چپ راست ریز می فا ره می فا اینجا ره رو میزنیم ره می فا اینجا ره رو سریع می با تک بحث میکنیم و بعد فا ریز پر میاد. ره می فام ره به می یک راست چپ راست فاس فا میره ره میره دو راست چپ راست دو اشارش به سی کرون هست در سیم زر فقط ضربه میخوره. دو ره دو سیل راست اشاره به دو میکنه ره دو سیل سی دو سیلا. اینجا میتونیم سی رو بیاریم انگشت اول که راحت تر اجرا کنیم. سی دو سی لاس لا سیل سی لا سول راست چپ راست دو سی کرونه همچنان دو سی اینجاها دو راب میخورن. سی دو راب راست دو راب چپ دو ره می بمول شد سی هم بمول شد لا سی. انگار داریم برمیگردیم. سی دو ره دو راب چپ سی دو راب چپ لا سی دو راب چپ سول لا سول دو راب راست سولاس اشاره به سول میکنه. اولش میتونه یه پژواک یا کنده‌کاری داشته باشه نوت لا و بعد اشاره کنه به سول. سی لا دو سی لا سولاس راست چپ راست اشاره لا به سی بمول لا سیل سی لا سول راست چپ راست فا سول چپ راست فا سول چپ راست ریز فا سول لا سول لا اشاره به سی بمول کنه لا سول راست چپ فا سول راست چپ سول لا سول فا سول راست چپ سول لا راست چپ لا سی لا راست چپ سولاس لا سول راست چپ فا سول اشاره سول به فا سول فا ره می راست چپ راست می فا سول راست چپ راست فا سول این سول اشاره به لا داره. سول فا سول راست چپ راست فا می کمان می فا سول سول فا سول فا می
تکرار شد همین جمله. سو فا می راست چپ راست، سو فا لا سو فا فا، راست 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 راست، سو فا فا می می اشاره به فا داره، فا فا می ره.